داستان فیلم در دنیایی پساآخر از زمانی میگذره، دنیایی که توسط یک ویروس کشنده ویران شده. هم مردان و هم زنان میتونن مبتلا بشن و ناقل ویروس باشن، اما به طور مرموزی این ویروس فقط زنان رو میکشه. ویروس در سراسر جهان آشوب ایجاد کرده و دانشمندان در تلاش برای یافتن درمانی هستند. این ویروس بسیار عجیبه، چون از ارگانیسم ها منشأ نمیگیره، بلکه به شکل خاکستره. کل جهان با این خاکسترهای عجیب که از هوا ظاهر شدن بمبارون شده. با گذشت ماه‌ها جمعیت زنان به سرعت در حال کاهش است. در نتیجه خطر انقراض بشریت رو تهدید میکنه. از اونجایی که زنان میتونن از مردان به این ویروس مبتلا بشن، دولت‌ها در سراسر جهان کمپینی آغاز کردن. در این کمپین زنان با وعده ایمن ماندن به یک کمپ انزوا منتقل میشن، اما در واقعیت اونها مجبور میشن به جایی برن که آزمایش‌های ظالمانه و دردناک مختلفی روی اونها انجام میشه تا ماهیت واقعی ویروس رو پیدا کنن. در نتیجه زن به گونه‌ای بسیار نادر تبدیل شده. دولت به کسی که بتونه یه زن زنده رو دستگیر کنه و تحویل بده جایزه میلیونی میده. در صحنه بعد یه آپارتمان قرنطینه شده نشون داده میشه که توسط مردی به نام ویلیام اجاره شده. زنی به نام ایوا نیز در اونجا زندگی میکنه. او دوست دختر ویلیامه. ایوا تا کنون زنده مونده چون ویل او رو به خوبی از بقیه پنهان کرده. ویل به او اجازه نمیده بیرون بره یا از تلفن استفاده کنه. حتی اگه این محدودیت ها به نفع خودش باشه، کنترل شدید ویل تأثیر منفی بر روابط اونها گذاشته. هر روز که میگذره ایوا در آپارتمان بیشتر و بیشتر احساس خفگی میکنه. در روز 400 ایوا تحملش تموم میشه. او مخفیانه لباس مخصوص رو میپوشه و به پشت بام ساختمانشون میره. ویل متوجه میشه و دنبالش میره، اما قبل از اینکه بتونه جلوش رو بگیره، ایوا لباس مخصوص رو باز میکنه تا به ویروس آلوده بشه. او دیگه زندگی در قرنطینه و تماشای میلیون ها نفر که توسط این ویروس مرموز از بین میرن رو نمیخواد. ویل در نهایت او رو متقاعد میکنه که به خونه برگرده، اما واضحه که اونها از هم خسته شدن. ایوا لباس مخصوص رو در میاره و دوش میگیره. سپس یک کیت تشخیص بیرون میاره و آزمایش میگیره تا ببینه آیا واقعاً به ویروس مبتلا شده یا نه. در حالی که اونها منتظر نتیجه هستن، متوجه میشن که پلیس اومده در خونشون. ویل با عجله او رو پنهان میکنه. سپس ماموران پلیس رو به خونه راه میده. اونها خونه رو میگردن و از ویل در مورد هویتش بازجویی میکنن. در اینجا مشخص میشه که این آپارتمان در واقع توسط ایوا و دوستش کارولین که جونش رو بر اثر ویروس از دست داده اجاره شده. ویل میگه که کارولین دوست دخترش بوده. سپس پلیس از او در مورد ایوا میپرسه که به دروغ میگه که از زمان شیوع ویروس ناپدید شده. پس از مدتی بالاخره اونها متقاعد میشن که هیچ زنی در آپارتمان وجود نداره و میرن. در حین رفتن یکی از ماموران از حضور ایوا در خونه مطلع میشه. به نظر میرسه ایوا کیت تست رو روی میز جا گذاشته و او هم اون رو دیده. مامور پلیس به ویل اطلاع میده که تست مثبته، یعنی ایوا به ویروس مبتلا شده. او دلش برای اونها میسوزه و تصمیم میگیره به همکارانش در مورد اونها نگه. مامور قبل از رفتن به ویل میگه که از روزهای آخرش با او لذت ببره. ویل ناراحته، اما مجبور میشه خودش رو جمع و جور کنه چون آپارتمان دیگه امن نیست. علاوه بر این ایوا میخواد از شهر فرار کنه چون این سبک زندگی او رو دیوونه کرده. کمی بعد اونها وسایلشون رو جمع میکنند و آپارتمان رو ترک میکنن. ایوا لباس مردونه میپوشه و قبل از خروج از شهر به فروشگاهی میرن. جای تعجب نیست که تامپون‌ها رایگان شدند چون دیگه زنی در جهان باقی نمونده. وقتی که ایوا به طور مخفیانه سعی میکنه تامپون برداره، مسئول فروشگاه او رو میبینه. او پس از دیدن زنی بعد از مدت‌ها متحیر میشه. ایوا وحشت میکنه. ویل اسلحه‌اش رو بیرون میاره و مرد رو تهدید میکنه. بعد از اینکه مرد برای تسلیم شدن روی زمین دراز میکشه، اونها از فروشگاه فرار میکنن. همونطور که اونها دور میشن، صحنه ای از گذشته وقتی همه چیز عادی بوده نشون داده میشه. در تلویزیون یک کانال خبری گزارش میده که یه دنباله‌دار نادر قراره به نزدیکی زمین بیاد. در همین حال ویل پس از سالها آشنایی در حال نقل مکان به آپارتمان ایواست. یه روز اونها میبینن چیزای مرموزی شبیه برف از آسمون میاد. اونها شوکه میشن چون زمستون هنوز دوره، اما وقتی از پنجره نگاه میکنن
میفهمن که خاکستره. در همون زمان بهترین دوست ایوا، کارولین، پوشیده از خاکستر به خونه میاد. او سعی میکنه چیزی بگه، اما خیلی زود سرگیجه میگیره و روی زمین میفته. در زمان حال ویل و ایوا به یه موتل میرن. در اونجا متوجه مردانی با تفنگ در یکی از اتاقها میشن. با این حال به اونها توجهی نمیکنن و شب رو در همون موتل میگذرونن. روز بعد قبل از رفتن به جنگل، ایوا اصرار داره که آخرین غذاش رو در یک رستوران بخوره. ویل با اکراه قبول میکنه و اونها در یک غذاخوری در همون نزدیکی توقف میکنن. در اونجا تلویزیون گزارش میده که دانشمندان برای تولد دوباره جمعیت یک جنین مصنوعی ایجاد کردن. آخرین آزمایش ها نشون میده که جنین تا 1 ماه زنده مونده که خودش یه دستاورد تاریخیه. بسیاری از رهبران جهان این دستاورد رو ستایش کردن، چون این میتونه محتمل ترین راه افزایش جمعیت باشه. همچنین گزارش میده که دولت پاداش گزارش زنان زنده رو به $2 میلیون افزایش داده. ناگهان ایوا از گوشش خونریزی میکنه که نشون میده مرگش نزدیکه. وقتی ویل متوجه این موضوع میشه، بدون پرداخت صورت حساب او رو با عجله از غذاخوری بیرون میاره. متاسفانه این اتفاق توجه یه مرد رو به خودش جلب میکنه. آرتور و پسر نوجوانش کیسی هر دو متوجه میشن که ایوا زنیه که به شکل یه مرد در اومده. پس از اون ایوا همچنان خونریزی میکنه و ویل رو به وحشت میندازه، چون این اولین مرحله از چرخه عفونته. ویل با ناامیدی همه مراحل بیماری رو برای ایوا بازگو میکنه که باعث عصبانیت او میشه. ایوا که عصبانی است به ویل دستور میده که ماشین رو نگه داره. سپس پیاده میشه و کمی جلو میره. وقتی کمی دورتر میشه خسته میشه و شروع به گریه کردن میکنه. پس از مدتی برمیگرده و به سفرشون ادامه میدن. اونها به جنگل میرن. ویل به خاطر وضعیت ایوا پریشونه، اما ایوا سعی میکنه تا جایی که ممکنه سرحال باشه و میخواد از آخرین لحظاتشون با هم نهایت استفاده رو ببرن. دوباره گذشته نشون داده میشه. پس از اینکه کارولین به دلیل تماس با خاکستر از هوش رفت، ویل و ایوا بلافاصله او رو به بیمارستان رسوندن، اما خیلی زود خبر مرگ او رو دادن. ویل و ایوا متوجه میشن که تنها زنان به این بیماری مرموز مبتلا میشن. ویل که میبینه ممکنه زندگی ایوا در خطر باشه، به اتاق ممنوعی در بیمارستان میره و 2 لباس مخصوص میدزده تا بتونه از خودشون در برابر خاکستر محافظت کنه. سپس از در پشتی فرار میکنن. وقتی به خونه برمیگردن با پدر ایوا، ماهش که اتفاقاً پزشک، تماس میگیرن. ماهش فاش میکنه که در محل زندگی او هزاران زن مردن. سپس او به اونها پیشنهاد میکنه که قرنطینه ایجاد کنن و ویل بلافاصله دست به کار میشه و شروع به ایمن کردن خونه میکنه. ایوا در مورد اقدامات امنیتی بسیار بی‌تفاوته، اما ویل در مورد همه چیز جدیه. او شبها بیدار میمونه و آبو میجوشونه و صبح برای آوردن غذای بسته‌بندی شده به فروشگاه میره. ویل همچنین یه سری چراغ فرابنفش در اطراف خونه نصب کرده که گفته میشه میکروب‌ها رو از بین میبره. علاوه بر این، او همیشه از ایوا دوری میکنه و میدونه که میتونه بیماری رو به اون منتقل کنه. چندین ماه میگذره، اما این ویروس همچنان قربانی میگیره. نهایتاً دولت از همه زنان میخواد که خودشون رو در مراکز پزشکی تحت کنترل دولت برای پروژه جنین بستری کنن. رسانه‌های تحت کنترل دولت تلاش میکنن تصویری زیبا از این مراکز ترسیم کنن، اما خیلی زود اینترنت پر میشه از تئوری‌های توطئه در مورد آزمایش‌های وحشتناکی که روی زنان در این مراکز انجام میشه. بنابراین ویل از دادن ایوا به دولت امتناع میکنه و برای احتیاط جایی رو در خونه درست میکنه که او رو از دید همه پنهان کنه. طی چند ماه آینده ویل یکی تمام آزادی‌های ایوا رو ازش میگیره. ویل حتی او رو از استفاده از تلفن همراهش منع میکنه، چون میترسه دولت به حرفاش گوش بده. ایوا که دیگه کسی رو نداره باش حرف بزنه، به یه انجمن آنلاین مخفی کاملا زنانه روی میاره. ویل سعی میکنه او رو از استفاده از انجمن منع کنه، اما ایوا گوش نمیده. متاسفانه تعداد بازماندگان در چت در حال کاهشه و ایوا احساس ناامیدی میکنه. به زمان حال برمیگردیم. ویل و ایوا ساعتها در طول مسیر راه میرن.
ایوا با دوربینش عکس میگیره. شبها آتیش روشن میکنن و کمپ برپا میکنن. ایوا میخواد به ویل نزدیک بشه اما ویل سرد برخورد میکنه. روز بعد اونها به سفر خود ادامه میدن و ایوا دوباره سعی میکنه به ویل نزدیک بشه. ویل بالاخره رفتارش رو تغییر میده و به ایوا یاد میده که چطور تیراندازی کنه. در صحنه بعد پدر و پسر در غذاخوری نشون داده میشن. آرتور و کیسی در جنگلن. اونها میخوان با گرفتن ایوا جایزه $2 میلیون رو دریافت کنن. اونها با تفنگ به جنگل میرن. هنگام شب ایوا و ویل دوباره اردویی به پا کردند و از آخرین لحظاتشون استفاده میکنن. در روز بعد ایوا زود از خواب بیدار میشه تا از رودخونه مقداری آب بیاره. موقع بازگشت از دور متوجه میشه که آرتور و کیسی ویل رو گروبان گرفتن و او رو به درختی میبندن. کمی بعد آرتور ایوا رو پیدا میکنه و تعقیبش میکنه اما او موفق میشه فرار کنه. پدر و پسر که چاره دیگه ای ندارن به گروبان گرفتن ویل ادامه میدن به این امید که ایوا به خاطر او برگرده. شب که میشه کیسی با تفنگ در حالی که پدرش خوابه نگهبانی میده. ایوا نقشه‌ای میکشه و در تاریکی شب با ظاهری ارواگرانه به کیسی نزدیک میشه. کیسی که هنوز به خاطر مرگ دوست دخترش غمگینه و بیش از 1 ساله که زنی ندیده حواسش به زیبایی او پرت میشه. ایوا از فرصت استفاده میکنه و دخل پسر رو میاره. ویل بدون وقت تلف کردن تفنگ رو بر میداره و به آرتور در چادر شلیک میکنه. سپس فیلم به گذشته برمیگرده. امروز 400 روزه که همه چیز تیره و تار شده. ایوا چندین تماس بی‌پاسخ از پدرش دریافت کرده. این موضوع او رو نگران میکنه چون اونها به دلیل تدابیر امنیتی توافق کرده بودن تلفنی با هم تماس نگیرن. ایوا که فکر میکنه ممکنه اتفاقی افتاده باشه اصرار میکنه که با پدرش صحبت کنه اما ویل فقط با غیر فعال بودن دوربین و میکروفون با تماس موافقت میکنه. تو این تماس پدر پریشان ایوا فاش میکنه که دولت مادرش رو با وجود اینکه بالای 60 سال سن داره گرفته. سپس اشک میریزه و آرزوی دیدن دخترش رو ابراز میکنه اما وقتی ایوا احساساتی میشه دوربین و میکروفون رو روشن میکنه. ویل مداخله میکنه و تماس رو قطع میکنه. ایوا عصبانی میشه و به سمت ویل اسلحه میکشه و به اون میگه برای همیشه بره. بعد از اینکه ویل با راه میره ایوا متوجه تصویری از آبشار روی لپتاپش میشه. این تصویر آرامش، عشق و آزادی رو به او یادآوری میکنه. بنابراین تصمیم میگیره بره بیرون. او لباس مخصوص رو میپوشه و با عجله به پشت بوم میره. در زمان حال ویل و ایوا به سفرشون ادامه میدن و به آبشار میرسن. در اونجا در حالی که ایوا بازم از گوشش خونریزی داره و به نظر میرسه داره به مرگ نزدیک میشه لحظاتی رو با هم میگذرونن. در نهایت فیلم در حالی که اونها دارن سلفی میگیرن تموم میشه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید مطلع بشید.